باز یک بار دیگر شما بخیر باشد دوستان عزیز و باید گفت که چهره‌های امشبه برنامه روی شب هستند هنرمند حجم‌نگاری بسیار شناخته تشریف خلیلوف مرحمت و اینچنین ورزشگر دختر چمپیون جهان گنجینه حبیب‌اللهی‌وا باز یک بار دیگر شما بخیر باشد. خوب از کی آغاز کنیم صحبت رو؟ از تشریف آغاز کنیم. مرحمت از بانوی زیبا. نه من بسیار میخوام که از شما آغاز کنم. ورزشگر چمپیون جهان. بفرمایید. خوب از کی آغاز کنیم؟ از شما. خوب گنجینه. برای اونایی که بازم با بینندگان خوبتر معرفی گردید، برای اونایی که خوبتر بینندگان شما رو شناسند، من میخوام کمی درباره خود اول قصه کنیم. مثلا تو در کدام مسابقه‌های اشتراک کرده بیرون از کشور به داخل کشور؟ من در رشته تکواندو و کیک بوکسینگ مشق میکنم، تمرین میکنم و مسابقه‌ای که من آغاز کردگیم از سال 2006 اینجا من برآمد میکنم. عین حال گفتم میتونم من چمپیون آسیا هستم، چمپیون جهان هستم و چمپیون هم با رشته کیک بوکسینگ هم هستم. من گنجینه از چند سالگی من پیدا شدم این ذوقی با ورزش مشغول شدم. از چند سالگی اول گفتم میخواستم من اول در این رشته مشق نمیکردم، من در رشته کاراته بودم. بعد در اونجا بعد تمرین کردنم مرا برادرم با مسابقه تکواندو ITF آورد. من از همونجا دیدم دخترانی که مشق میکردن چمپیونای جهان بودن، همچون بونو من هواس کردم و در این رشته به خود قول دارم که در این رشته مشق میکنم و چمپیونی رو نیز به دست میآورم. چند سال میشه تا حال 12 سال میشود که من با این رشته ورزش تمرین میکنم. ورزشی تکواندو ITF. خب من اکنون با سخن‌های تشریف گوش میدیم. من میخوام سوال یکون از همین آغاز کنم که وقتی که من گنجینه رو معرفی کردم شما نمیدونم ترسید از چطور باشد یک قدم اون طرف شده چطور باشد تشریف؟ نه ما از همین ورزشگرا بسیار چی داریم؟ ترس داریم، هم ترس داریم هم کم کم همین علاوه چشمونه گرفتگی هست. نه نمیترسم، نه که به هر حال گفتم اون گپا که با تاجیکی که شتش خوردگی یک چند سال پیش یک برادر بود در تا یک اوشونه یک خانه در صحبت داشتیم در تا یک درخت که با یک برادر دیگه آمد، روس مرد بود، مرد که روس بود آمد یک به هیچی همون برادر مرا یک تا زد. او آدم همین کاراته بود، VTF بود. بعد ما ITF بود. بعد ما دیدیم که برادر زد بسیار مرا قهر کرد. خیلی که در پیش دیگه برادر تا برادر دیگه میزنه. با مرا بسیار قهر کرد، علم کرد. بعد خستم ای تامی گریبون مرد که روز قپیدم. گفتم یک سه چهار شپلاقش بزنم علای چشم شب بگیرم. گفتم تو چیو دلش گفتم یک سه چهار شپلاق میزنم همین اودمی مشتم خیلی کردم طرف همون مرد خیر کردم. دیگر روزیگا هیچ در خاطرم نیست. خستم که سحر سیدا در بالای سر خانگی و وایداد گفتم. از همون حالت بسیار میترسم من ورزشگرا. من میگم معرفی کردن گنجینه همون لحظه پیش شما اومد. بله. تشریف من میخوام که با عالم کودکی شما وارد شوم. یعنی که از دوران کودکی مثلا تو این رو چی بسیارتر در خاطر شما نقش بسته است که هر گاهی به یادتون میاد به اسم میخندید. این از دوران کودکی. لحظه کودکی بسیار واقعی عجیب و غریب بود. راستی گپ یک لحظه بود که خودسال بودیم در فکرم نیست ممکن که صفی 5-6 بودم همراه برادر ما در یک باغ کلان داشتیم انارباغ بود انارای کلان میشید بعد که پدر مخاطب وقت جمع میکردیم برادرها قتی بعد در بالای بام میموندیم که زمستون بعد بسیار میگن دمی بیغم زده انارا رو میخوریم بعد همین چند تا بسیار باغ داشتیم در اون بالای بام میچینیم راست نکنه بسیار بود بعد همین نصف روزی که میشین همه که خواب میرفت پدر خواب میرفت مادر خواب میرفت بعد امروز اکای خلیل مکه شادمان مانه برادر از این فرهاد بعد هجوم میکرده طرف بام موشای بخواب میرفتیم در اون بالای بام همین میشکستیم میخوردیم شکم از سر میکردیم بعد اکا میگفتیم اکا شما از تکیچه در جمع کنید بگیرید پایین در میرم لای دریا در آبوزیده بعد تو میخوریم بعد میگفت مایل شما جمع کردن بگیرید به حوزی میام فرمادم میرفتیم پیش اوچه میگفتیم اوچه بخیر که در بالای بام همه اینا رو اکا خوردن اوچه بوده که جمعه است بعد همون چوی گواره را کشیده رفت بالای بام و گریخت رفتیم بالاتر یک 50 متر نگاه کنم بعد هم بالا بوم دارم چون خدی اکاونت نزدن گرم آیا بالا واقعا کردن میگیرن مایلا تقرا زدن میخندن روزگار تو حال همون باید ماست دوی مامیلا نخون نکنم میگم که وقتش همون بودم چی میگه زیرک بریم یک سال دارم فقط
اگر دیدگی باشه در سنه فقط طلبا را میزدم میگم که میسو برای چی درس نبودیم میگم معلم که میزدم همین اولاد یک معلم داشتیم دویما همین حالت ما را میزد در وقتی دست کمتر دیر میکردیم نمی ممکن ما بگیم که معلم بود در فلان جا بودیم که در فلان جا بودیم یعنی سنه از همونجا گرفته هم سنه یک خیلی لحظه‌اش همون ابرزی همون معلم بود هر وقتی که گپ میزنیم بله راستی خیلی بسیار چیزای فراموش نشونده است در خاطر هست در خاطر میموند با بانی یار و دوستا صحبت میکنیم بعد با خاطر رسان میکنیم هم حالت‌ها را گپ میزنیم میخندیم یعنی مقصد اون بود که مثلا از کودکان شوخ طبیعت بودین بعداً این استعداد پیدا شد یعنی میگفتن که در وقتی کودکی میگفتن که تشریف شما باید حجم‌نگار شوید در این صورت شما موفق میشین گپ بودم معلمان میگفتن انا برادران میگفتن که شما شوخ طبیعت هستید تشریف من باوری دارم که این اون نفرانی که این لحظه ما رو تماشا دارن بیس انتظاری هم هستن که تشریف حتما یک لطیفه میگوید چون آغاز برنامه از من فکر میکنم بازم برنامه جالبتر میشود و برای بازم برنامه جالبتر شدن به یک لطیفه میگوییم من فکر همه انتظاری لطیفه سلامت باشید چون حجم‌نگار به برنامه دعوت کرده ایم یک نفر بابا شوه پرسم میگه بابا در جنگ بزرگ وطنی اشتراک کردگی هستی میگه بچم در جنگ بزرگ وطنی همیشه پیش میرفتم پیش تا گرمانیا رفتم در گرمانیا در برلین در تمام جا همه را گفت خودم مغلوب کردم میگه بابا جان همین مدالا همه شما دوره جنگ میگه همین مدالا در همون دوره جنگ همین مبارزه بردیم bayrak میگه خودم در بالا همون قصری همون گیتلر موندم بعد همین مدالا را داد بعد میگه بابا همین دست در همون جنگ نمیس میگه زدم نیست کردم پرید میگه نه بچم وقتی که همون جنگ دمی بردن من قشلق طرفی همون کمیسات حربی کشیدن ده میگه کنده بود کدام صحنه‌ای بود که نمیدونم در لحظه‌های اولین کاری من بوری اول روی صحنه برآمدید برای شما بسیار دشوار بود وقتی که همین صحنه رو پسی سر کردید بسیار خرسان شدید بودن که صحنه هر یک صحنه مشکلی خود رو داره یک وقتا من روزی ارتش ملی بود حالا صحنه در یک صحنه بود فعالیت یعنی سربازا وقتی که روی صحنه آمدیم در پیش مردم قریب یک 2000 آدم هم مثلا ساختار وزارت مدافع بودن وقتی که ما اون صحنه را بازی کردیم بسیار یک دشواری خطی گذشت صحنه بسیار خوب بود قریب همون تماشابین یک 12 13 بار در وقت صحنه بازی کردن خرسک زدن میگه برای ما یک کمی خیلی مشکلی بود خلاص خوشبختانه پشت سر شد مردم خوش قبول کردن خلاص هیچ یک مثال میگیم کار به مشکلی نمیشود هر یک صحنه که ما بازی میکنیم یک مشکلی خود را دارد در یاد دارید که بوری اول با کدام صحنه چه حجم شما روی صحنه برآمدید بوری اول در یادتون است طلبه مکتب بودیم میخوندیم یک صحنه بازی کردیم در اون مکتب میانه با نام نصیحت گوش کن جانا بود بعد از اون که ما اومدیم دانشکده هنرهای زیبا در اینجا بار اول انا استاد ما انا هنرمند مردمی جمهوری تاجیکستان شریل عبدالقیس بسیار هنرمند خوب است بعد شادروان خوشنظر مایبالی و شفقت خلیلوفی استادان ما در دوره دانشجویی یک چند تا صحنه ها از چیخ بودن بازی میکردیم انا با نام جنایتکار او رو پسان بعد روی نوار آوردیم با امروز یک وقت رو بازی کردیم جنایتکار بود بار اول در انا دانشکده هنرهای زیبا در هنگام دانشجو بودن بله اون بسیار بود خوب قبول کردن تشریف من میخوام بدونم که عموما کدام صحنه بود که شما رو با مخلصان معرفی کرد راستی هر یک صحنه که ما به صحنه میگذاریم و نقش میآفریم فکر میکنم که برای من یک صحیفه نوی میکشاید نگی بسیارتر با فکر من تماشابینا وقتی که در کاخ باربد یک کنسرت ما بود با نام یگان مایده در اون لحظه یک صحنه بود با نام مادر و پسر موضوع درباره مادر و پسر بود یک صحنه بود با نام بردین دلینگ میگفتم فکر میکنم که بار اول مردم با خوبتر به می صحنه را شناختن که پسان بعد بسیاری صحنه بودن که مثال توزیر بازی میکنن مردم صحنه را نامگیر میکنن و همون صحنه ما را فیراد میکنن راستی یک چند صحنه است اولین صحنه همون صحنه پسر و مادر بودن مادر و پسر با نام بردین در کوچه سیرگشت کردن حتما شما رو بهردین گفتن بردین که بردین میگن با همون صحنه بود تشکر و باید گفت که برنامه روی شب یک شیار دارد میدونید چی؟ چی شیار؟ با یک مرد چیل هنر کم است انا اکنون آغاز میکنیم از گنجینه میخوام بدونم که غیر از مثلا با ورزش مشغول شدن باز با چی شغل داریم من چی استعداد دارید غیر از ورزش کردنم این حال با آموختن زبان‌های خطایی و انگلیسی بسیار شوق و رغبت دارم و کوشش میکنم که در آینده این زبان‌ها را از خود کنم و هنگامی با دیگر دولت سفر کردن تونم با این زبان ها معاشرت کنم زبان خطایی انگلیسی انگلیسی بله گنجینه
مثلا نمودی ورزشی تکواندو ITF از دیگر نمودی ورزش مثلا به مانند بوکس نمیدونم گوشتین یا دیگر نمودهای ورزش من چی دوزکی داره چی گویم فرقیت دارد اگم اصول مخصوصی خود رو داره چی است شریک شما میدونید هر یک ورزش نوزیکای خود را دارد تکواندو ITF نیز نوزیکای خود را دارد که هنگامی با بوکس کردن میدونید که فقط بر سر آدم میزنن در ما باشد ما میتونیم همگی 2 ضربه با دست زنیم و بعد اگر سوم ضربه زنیم این با ما آگاهی میشود با ما با سر زدن همگی 2 ضربه با دست ممکن است با پای میخوایم خیلی که زنیم میتونیم 3 بار 4 بار 5 بار اما با دست 2 مرتبه زدن ممکن تمام این فقط در همین نمودی ورزشی بله ITF است بله در من کیک بوکسینگ نیز فعالیت میکنم در کیک بوکسینگ این گونه اصول نیست در اونجا میتوانی چند که زنی ضربه رسانی با تو همین قدر خوب است که تو بالها جمع میکنی یعنی اگر اصول خاصی همین نمودی ورزش است بله اینجا تشریح به من اشاره داره که میگه که شنیدن کی بعد مامانی دیدم اگر وجدان ایشونیم دروغ میگم ما اشاره نکردم اگر خود ضربه ها رو ما میتونم با شما نشان دهم ضربه سخت نباشه من بسیار میخوام که همون اصول رو گویم از نزدیک بینم بعد از این شب اگر اکای تشریف رو ندیدیم حتما پگاه با بیمار خونه خبر گیری بریم راستی گپ بیام ما گفتن نمونه که ما 4 نفس دارم مرحمت بیو گنج نه لیکن اگه اصول باشد که باز برنامه دوام داده شد کم اصول سبکترش نشون بده اصول سبکترش نشون بده که با دوام برنامه رو بگذارم گفتن که یک نمود از تکواندو ITF و یک نمود از کیک بوکسینگ بله مرحمت یکی از ضربه های دقت جلب کننده تکواندو همچون با نام یوبچاگی یوبچاگی را ماده نکرد یوبچاگی را دیگه جدا این نامش گنده این نامش یوبچاگی بیا و بگی مقصد نگنه بعد بیا و بگی یوبچاگی شما تایو دستو میخوابیم دستو میخواب کتفا رو آزاد حس میکنیم اصول یوبچاگی بله هنگامی زدن کمتر میتونید خفاتر روید این اصول از کیک بوکسینگ مگر این رونی پوبا میزنیم این ضربه از کیک بوکسینگ است و نامش لو کیک است لو کیک و بس که من میش سبکتر لو کیک سبکتر اگر این ضربه چی نام داشت؟ لو کیک این لو کیک شمتر بده خواهرم گنجینا ذکر پگان اسم خرید که پنجم کور بذاره یعنی من سگ نمیشه بیو این لوکیش گنده بود اسی پر روز کدا نمیشه دیگه گنج نه گفتن غیر از بگیم با ورزش مشغول شدن اینچنین با زبان آموزی مشغول میشود و باید گوید که اساسگذار صلح و وحدت پیشروی ملت پرزیدنت جمهوری اسلامی امامی رحمان همیشه در سخنرانیشان تاکید میکنند که هر یک نفر یعنی هر یک شهروند توجیهی غیر از زبان ادبی توجیهی باید با 2 زبان عضو صحبت کنند یعنی زبان روسی و انگلیسی انا این سخنها رو گنجینه با نوبت گرفته امروز با زبان آموزی مشغول هستم غیر از استعداد هجرنگاری داشتن باز مثلا دوره چینی سیاسی گفتم که با یک مرد 40 هنر کم است هم هنرمندی میکنیم هم صورتخوانی میکنیم هم انا با ورزش مشغول هستیم فوتبال بسیار دوست می‌داریم هم تنیس روی میزی رو بازی میکنیم خلاص ما بسیار هنر رو داریم انا کم کم گوشتین هم میگیریم یک وقتی که اون گوشتین دا راستی گپ اصولا همیشه استفاده می‌بریم اصول همی ITF از این گنجی نکرد کو با ما نشون داد همین اصولا رو استفاده می‌بریم راستی ما هم چند هنر داریم تشریف لبه گنجینه هیچ باور نمی‌کند که تشریف سرود سراده میتواند گنجینه بانو برود انتظارم تا که بیرون برای پیش قدت بمیرم جان لیلی زمانه پیش قدت بمیرم جان لیلی زمانه نصیب باشد دوام سرودم در توی یعنی گنجینه میخونیم نصیب باشد در صحنه میدیدیم که باور نمیکردیم نخدیدی آواز خیلی خوشرا بسیار هنرمندی خوبم ما بسیار هنرمندی خوبم تمام مردم را دوست می‌دارم ما در یک تالار یک سرود خواندم تمام همین تالار گفت برادر عزیز همین سرودی خواندی باز تکرار بخوان خواندم ای سنه میبرم که بار مردم تکلیف کرده که آقای بلبلیان همین سرودی خواندی باز تکرار بخوان یک سرود 10 بار خواندم با تماشابینا گفتم که برای چی شما تکلیف کردن که یک سرود ما برای شما 10 بار خواندم تماشابینا گفتن که بخوان
تا سرودخوانی را یاد نگیری ای صحنه نمیبرای. در سفرهای هنری که بیرون از تاجیکستان داشتید من چه لحظه‌ای بود که در خاطر شما نقش بسته بود یعنی لحظه‌های عجیب هر یک انسان در زندگی بسیار واقعی است که فراموش نشونده است یک تنه دو تنه بسیار میشوند واسه برای با من بسیار هم واقعی زیاد بسیار دوچار شدم انا بسیار سفر هنری هم کردیم با طرف جمهوری روسیه بیرون از تاجیکستان بسیار طرف امارات متحده عرب یعنی امروی گروه غریب شو کمپانی برادر عزیز بختیار رحیمov رهبر گروه غریب شو کمپانی سید احمد خالوف یکی از اساسگزارای همین گروه غریب شو کمپانی عبدالجبار عظیمov شادمان فیضعلیov آیت شریفov خلاص گپ انا برادرها خیلی سفر هنری داشتیم یک بار انا تاجیکای شهر الماتا ما را دعوت کردند انا گپ درباره زبان کی میروه یک واقعه شد که زبان ندانستن بسیار یک واقعه عجیب شد میگم شما بله خیلی شما گفته گذاشتید انا اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در فقط تاکید میکند برای زبان دانستن هر یک فردی تاجیکستان نوابسته از زبان تاجیکی را دانستن باید دو زبان بدونه هم روسی هم انگلیسی مثلا بیرون تاجیکستان که سفر کردن باید با دیگر زبان‌ها گپ بزنن آزادانه و تاجیکستان را معرفی کنن راستی گپ وقتی که 25 26 ساله بودیم همین زبان دانی جهان دانی زبان کی ندانی گونگک میمونی گفته یک بار از شهر الماتا سفر میکردیم طرف شهر سویدلوز روسیه ازیرا یکاترینبورگ بعد در اون قطار که سوار شدیم بعد همراه اکای بختیار بودن همین اهل گروه بودن علاوه برادر از ما برهان نعمت بودن هنرمند هنرمند دیگه برادر از ما ظاهر کابل از جمهوری افغانستان بعد اکای بختیار گفت که تشریف میریم گفت جای تنبور داره کو قطاره اونجا یک دمی بیغم میزنیم یک بوداوی تازه بعد رفتیم اونجا صحبت کرده که وقتی یک لحظه میرم به همون خانه با برمیگردم همون لحظه رفتن ده بعد یک مرد در اومدم اون تنبور ده روسی گپ زبان روسی خوب نمیدونستم بعد همین که مردم روس یک خاصیت خوب دارن اگر آدم شناسن نشناسن یا میگن که здравствуйте یا که سلام بهتن قطعی صحبت میکنن که از کجای حالا خوشبختانه اما مرد طرف ما یک اومد طرف نگاه کردم خیلی گفت که здравствуйте راستی گپ همین دلم زد طرفش نگاه کردم گفتم قطعی برادر من خیلی گپ میزنم گفتم که здравствуйте بعد هم برادر گفت که ویت کدا گفتم از تاجیکستان بعد برادر گفت که یا تنبل با ما نگاهش کردم گفتم بعد خیلی شدم دیگه زیق شدم آخه نمیدونم قطعی چی صحبت کنم بعد یک با همون مرد گفت که как тебя зовут گفتم که خیلی تشریف گفت сколько вам лет گفتم 27 بعد قطعی خیلی گپ زد من قطعیش گپ نزدم بعد در دلم گفتم که اگر قطعی برادر گپ نزنم این برادر ممکن خفه بشه بعد من در فکرم کلام یک جمله تیار کردم بعد گفتم که عوام как зовут گفت پاول گفتم ها طرف یک خنده کردم با خیلی یک 10 دقیقه گذشت با فکر کردم بعد گفتم که عوام сколько лет گفت 57 با گفتم ها اگه مقصد که من روسی را بدونم خیلی با ایستادم بعد در دمی فکرم با یک جمله تیار کردم گفتم یک کامپلیمنت کنیم ده که پاولا بعد گفتم сколько вам лет گفت 57 همین قطار رفته از گفتم گفتم وی такая молодая یک طرف هم نگاه کرد قبقاش دختری گفت مایشه نه من گفتم که من زنی را ندیده باشم این گپ ما با این زنی چی دخل داره گفتم نه وی такая молодая یا موجود با فکر کردم که میگه که خیلی موجود پیر شدم اگه مصفه شدم پیر شدم با فکر کردم که مامی خیلی میخواه گفتم نه نو موجود نو молодая بهتری طرف یک داد زد بسیار قهرش کرد پریدم اومدم پیشکه بختیار گفتم که بختیار یا مردک طرف ما بسیار آخرتو بیزیب کرد گفت چیکار کردی بعد این واقعه را نقل کردم گفت برادر عزیز شما گپی گندش زدین گویا که شما قطعی بانو صحبت دارین خیلی گپ نزنین دیگه همون خانه چم تا رسیدن همون شهر یکاترینبورگ نبرم اومدم که همون پاول ویتاکه بلده نقپم یعنی از این باخواسته اومدن ممکنه که حتما باید وقتی که سفر میکنیم بیرون از تاجیکستان باید زبان خارجی رو دانی البته دانی زبان دانی جهان دانی با گفتم که زبان دانی بسیار یک لحظه بود که از خاطر شما فراموش نشه نه یگون لحظه شده است که شما ورزشگر هستید خودتون مثلا از یگون جهان پیسال گویم محافظت کرده باشید این گونه لحظه ها بسیار میشود اما مربیانمون همه وقت میگویند که از این گونه لحظه ها باید همچون ورزشگر تو آرامانه براییم اما حالت های میشود که چه فهمونم آرامانه برآمده نمیشود از ما گفتن 3 بار گفتن بعد 3 بار حرکت کنه میشود نه بله همین گونه واقعا در یک مغازه
рух дод. Дар онҷо либосҳои варзишӣ надоштам, бо худ дар сумкаи варзишӣ надоштам, бо либоси хонагӣ будам. агар медоштед чӣ? Агар медоштам мумкин он писар ба ман ҳеч намегуфт. Ва баъдан ҳангоми харид кардан дар мағоза он писар наздам омад, ба ман нигоҳ кард. Манам нигаҳ як чӣ гӯям, як кори аҷоиб кард. ҳалка пучид без ҳичи. Намешнаси он каса? Ман намешнасам, бори аввал мебинам. Он кас ба ман мегарад, ман ба он кас ба ман гуфтам, яка шумо чӣ кор кардаистед? Хушрӯча чӣ хеле? Ҳамин гуна сухан гуфт. Баъди ин сухан то охир хушрӯча чӣ хеле ҳарфи ияш монд. Бо ҳамон корзинка ман тоб хӯрдам, ба сари ҳамон бача задам. ҳамқаша медонам дар замин хоб буд. Ман писар ба ман нигоҳ карду гуфт ки апаҷон бахшиш, ман хато кардам. Ман гуфтам хай, ман шуморо мебахшам. Зумратшон Нуриддинов аъзои гурӯҳи Ғарибшоҳ Компания ҳозир раиси фарҳанги ноҳияи Ванҷ аст. Бисёр ҳунарманди хуб аст. ҳамроҳи ӯ рафта истодем. Бори аввал дар дастам соат мондам. Соат бастам. Яки дарам пеши як кӯча дар рафта истода будем ки як духтара ки анами рӯззан гуфт ки молодой человек, сколько время? Як дига дидем иха без пети кам ки дига натонистем дига гап зада. Ӯ Зумратшоҳи хандара як чишид бафтем ки вот девушка хасмати. Ташриф, бисёр саҳоне ки шумо меофаред, умуман бисёр аз он идея ки аст. Ростига бисёр ҳамо саҳное ки мо мефарем, ҳамроҳи гурӯҳ сарҷам мешем, мутолиа мекунем байни мардум, аз бозор, аз дарони мисол мегирем ки ҳамин дарони автобусҳо, дар байни мардум ки мегардем, маводое ки мо мегирем аз ҳамин байни мардум аст. Баъд рости бо аз драматургое ки тоҷики бинависанд, бо аз ном истифода мебарем. خلاص گپ میکوبیم جوینده یا بنده است. مثلا اگه مخلصان شما یکی وقتی که مثلا یگام صحنه‌چه حجوی دوران یگام سینر دوران اگر به شما پیشنهاد کنم شما میخونید سینر رو به شما پیشنهاد میاد میتونید مثلا روی صحنه برای چرا نه بسیار مخلصا یا کدامی که آدمایی که ما نمیشناسیم طریق تلفن میگم برادر عزیز تشریف ما یک صحنه حجوی داریم اگر یک میدیدید ببینید بسیار صحنه را دیدیم و انا بسیار مقبول دید افتاد او را روی صحنه آوردیم پیشکش تماشا کردیم یا چند صحنه بود. تشکر. بینندگان عزیز با معلومات شما میرسونم چه که تشریف قید نمودن این یک تشریف یک اعلان بیپول برای شما. بله تشویش کشیدین نه؟ بله. در برنامه ما حضور کردین. برای همین یک اعلان بفرمایید. اگر شما یک سینر خوب داشته باشید دوستان عزیز یک سینر باشد که از اون یک صنعت حجوی خوب ساختن ممکن باشد شما میتونید با تشریف خلیلوف اون با گروه غریبشاه مراجعت کنید. ما کم کم مبلغ میدیم. بعد شما میتونید انا صحنه رو ما روی نوار میگیریم شما طریق تلویزیون تماشا میکنید. بله. اگر اگه صنعت حجوی داشته باشه میتونید مراجعه کنید. تشریف. بیا بازم برای جالب گشتن این برنامه یک لطیفه دیگر پیشش بیارم. یک لطیفه هیچ گپ نیست. نه که من میخوام که از زبان همین گنج نبانو لطیفه را بشنویم که لطیفه را با بینندگان چقدر میرسونده باشد. چی؟ نه هیچ نمی یک لطیفه. ما خیلی مجبور نمیکنیم. فقط همین یک لطیفه. اگر خواهش داشته باشی، خواهش نداشته باشی، ما هیچ مجبور نمیکنیم. امروز در این فضای عبور و آسایشته کشور هر یک کسبی رو انتخاب کنیم من فکر می‌کنم هیچ یک مونیگی ایجاد نمیشه. بله. تنها یک جوانی که یک کسب رو انتخاب میکنه تمام در اون میباید ذوق خواهش تو که همون جوان در همون کسب انتخاب نمودنش موفق باشد. ولی چه که گنجینه چون ذوق داشتن باورش مشغول شدن امروز ما میبینم موفق هستن. خودی گویم حجوی‌نگار بودن میخواستید چون ذوق شوقی بود امروز موفق هستید. این از این با خلاصه اومدن ممکن که در همین فضای عبور و آسایشته کشور که واقعا هم تینجی است آرامی است آسایشتگی است تنها ذوق خواهش می‌برد جوان امروز دارن هم کسب انتخاب نمودنش موفق باشد. گفتنی شما با جوانان امروز تنها یک چیز گفتنی هستم این زمان در تاجیکستان همون صلح و آسایشتگی فضای زیبا فضای تازه است تمام شرایط ها برای جوانان امروز مهیا است. تنها خواهش لازم تمام برای همین قدر خواهش رو میگویم که خواهش باشد همه چی میشود از طرفای خواهش باشید با مقصد میرسید
танҳо гуфтаниам ки кӯшиш ва ғайрат кунед ки дар он ҷодае ки худ интихоб мекунед муваффақ бошед ва ба варзишам машғул шудан бад нест варзиш гарави саломатӣ. خوب شما چی میگه بچه اونم؟ ба ҷавонони ҷумҳурии тоҷикистон гуфтани онро дорам ки дар ҳамин фазои зебои осоиштаи тоҷикистон дар ҳамин сулҳуваҳдате ки дар тоҷикистони мо аст ростига бисёр сафарои ҳунарӣ кардем дидем беҳтарин ҷо тоҷикистон аст ҷои биштосо хонанду боз хонанду ба ватани азизи мо тоҷикистон хизмат кунанд сабти номи хештан дар санги хорошаҳр нест зинда он номе ки дар дилҳои мардум ҷо шавад хизмат бикунем як номи худро дар ҳамин тоҷикистони азизи худ мо бимонад. تشکر زیاد برای یک صحبت صمیمی و برای اینکه وقتی قیمتی خود رو صرف نمودید و مهمون امشبه برنامه راه شب بودید. و دوستان عزیز باری دیگر یادآور میشم که چهره‌های امشبه برنامه راه شب بودن هنرمند حجم‌نگاری بسیار شناخته تشریف خلیلوف و اینچنین ورزشگر دختر چمپیون جهان گنجینه حبیب‌اللهی‌وا. خب من فکر می‌کنم از صحبتی که با شما کردیم یک جهان معنی برداشتیم. و دوستان عزیز طولی چند لحظه بود برنامه راه شب منظور شما همیشه صاحب کسب و صاحب هنر باشید و باید خیلی نموند که در برنامه دیگر باز با چهره‌های نو با شما رو بارو می‌شویم. تو برنامه دیگر سربلند باشید.